در دل کوچه‌های خاموش کابل دختری به نام ناهید زندگی می‌کرد. دختری آرام، مهربان و با قلبی پر از رویا. او عاشق پسری شده بود که نه از قوم او بود نه از مذهبش. نامش علی بود. آرام، فهمیده و دلسوز. هر روز که ناهید از مکتب برمیگشت علی را از دور می‌دید. دلش می‌تپید، اما می‌دانست که این عشق در نگاه فامیلش یک گناه نابخشودنی است. فامیل ناهید، مخصوصاً کاکاها و عمه‌هایش، به شدت مخالف ازدواج با کسی از مذهب و قوم دیگر بودند. ناهید قبلاً هم با پسر کاکایش نامزد شده بود، اما با شجاعت این نامزدی را فسخ کرده بود چون نمی‌خواست به اجبار زندگی کند. حالا عشق علی برایش نه فقط یک احساس بلکه یک مبارزه بود، مبارزه میان قلب و جامعه، میان آزادی و سنت. ناهید هر شب در دلش دعا می‌کرد. خدایا، آیا می‌شود روزی برسد که عشق رنگ قوم و مذهب نداشته باشد؟ یک روز وقتی فامیل تهدید کردند که اگر علی را فراموش نکند برایش محدودیت می‌سازند، ناهید تصمیم گرفت. یا باید تسلیم می‌شد، یا برای زندگی خودش راهی نو پیدا می‌کرد.